درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. ابونه شوید و زنگولچه رو پخش کنید. دوستان، امروز درباره یک ورزشکار تاجیک که پدرش قهرمان جهان اوید به سامبو بود، حاضر ما درباره او حرف میزنیم و او هم به نزدیکی محاربه دارد. این هم باشد ابراهیم رحیمزاده، پسری قهرمان جهان سعید مومن رحیمов. ابراهیم رحیمزاده. دوستان، ابراهیم رحیمزاده سال 2024 و 2025 قهرمان جهان شده بود اوید به MMA و دو کرته قهرمان آسیا و دو کرته قهرمان جهان اوید به MMA بین نورستان و روزی 23 می در مسکو در لیگ فایت نایتس رقم 137 ابراهیم رحیمزاده بر ضد جنگاور روسیه مسلم نورمагомедов محاربه میکند. مسلم نورمагомедов باشد قهرمان روسیه و قهرمان اروپا اوید به MMA شده است و قهرمان روسیه هم اوید به گریپلینگ شده است و در لیگ الش پرایس داوطلب برای قهرمان شدن بود. مقصد حریفی ابراهیم رحیمزاده خیلی پرقوت است و ابراهیم رحیمزاده هم پرقوت است، چون که قهرمان جهان 2024 و قهرمان جهان 2025 اوید با MMA شده است و دو کرته قهرمان آسیا و دو کرته قهرمان جهان بین نورستان اوید با MMA. مقصد پسر سعید مومن رحیمов حاضر در MMA بهترین است و روز 23 می با نزدیکی بعد هفته دیگه در مسکو در لیگ فایت نایتس محاربه میکند بر ضد مسلم نورمагомедов و امیدواریم که دست بالا میشود، چون که شاید بعد یک دو محاربه ابراهیم رحیمزاده برای داوطلب برای قهرمانی لیگ فایت نایتس بجنگد. دوستان، اگر یگان معلومات داشته باشید درباره ابراهیم رحیمزاده پسر سعید مومن رحیمов در کامنت ها نویسید و امیدوارم که این یک ستاره MMA در آینده خواهد شد و 23 می هفته دیگه ما حتما امیدواریم که او دست بالا می شود و پرچم تاجیکستان رو بلند می بردارد. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان با تا امید دیدار.